الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله مولانا العظیم. اما بعد، برادران، جوانان عزیز، پدران و شنوندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران عزیز، صحبت امروز درباره زنای چشم می باشد. خداوندی تبارک و تعالی می فرماید: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. بگو ای پیامبر، برای امت خود بگو که چشمان خود را پرده بیندازد، به طرف زنان نامحرم نگاه نکند و عورتهای خود را حفظ بکند. در جایی که الله تبارک و تعالی حرام گردانیده است با آنجا خیانت نکند، با آنجا نرود. خداوندی تبارک و تعالی آگاه است با آن چیزی که شما فعل میکنیم. هر کاری را که انجام میدیم خداوندی تبارک و تعالی میبیند. عزیزان گرامی، باید که من و شما متوجه خود باشیم، متوجه چشم خود باشیم. در جایی که الله تبارک و تعالی من و شما را منع کرده با آنجا نرویم، آنجا را نبینیم. عزیزان گرامی، من و شما باید که متوجه باشیم چشم دروازه است که بدون قلف، بدون رمز باز می شود. اما باید که من و شما متوجه چشمان خود باشیم. ای جوانان عزیز، وقتی که به طرف نامحرم نگاه می کنی، این آیت را بیاور که خداوندی تبارک و تعالی می فرماید: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. این را به یاد داشته باش. از الله تبارک و تعالی باید من و شما شرم داشته باشیم. او چیزی را که الله تبارک و تعالی من شما را منع کرده باید که آن را ترک بکنیم، از او دوری بکنیم. و در جای دیگر خداوند تبارک و تعالی می فرماید: قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. و برای زنان مسلمان بگو که چشمان خود را پرده بیندازد، به طرف مردان نامحرم نگاه نکند. حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها گفتند، میگه که من و میمونه به خانه رسول خدا علیه الصلاة والسلام نشسته بودیم که ناگهان صحابه نابینا ام مکتوم به خانه آمد و ما رسول خدا علیه الصلاة والسلام برای ما گفت که خود را بپوشانیم، شما حجاب بکنیم. ما گفتیم یا رسول خدا علیه الصلاة والسلام، او چشم نداره، او نابینا هست، او ما را نمی بیند. گفت آیا شما هم او را نمی بینیم؟ شما هم نابینا هستیم، شما او را هم نمی بینیم، شما او را می بینیم، باید که خود را بپوشانیم. ای خواهران عزیزی که به طرف مردان نامحرم نگاه میکنیم، باید که ما متوجه باشیم. ای جوانان عزیز، میگه هر کس چشم خود را حفظ بکند، میگه هر کس چشم خود را از طرف زنان نامحرم نگاه بکند، قلبی او آرام می شود، قلبی او راحت می شود. بس است عزیزان گرامی، گناه و معصیت را همه را رها بکنیم. تا به کی چشم چرانی با ناموس مردم، تا به کی با دنبال خواهر و مادر مسلمان ها باشیم؟ بس از چشم چرانی متوجه باشیم. یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله. تو کسی که کوشش میکنی کسی تو را نبیند، تو کسی که گناه میکنی، زنای چشم میکنی، طرف زنان نامحرم نگاه میکنی، میگویی که من را کسی نبیند، خود را پنهان میکنی که مردم تو را نبیند. یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله. اما از الله خود را نمیتوانی پوش بکنی، از الله تبارک و تعالی خود را نمیتوانی بپوشانی. او میبیند تو را، او تو را تماشا میکند به هر جایی که برای تو را میبیند. از مخلوق شرم میکنی، از مردم شرم میکنی، اما از خالق خود، از ذاتی که تو را همیشه تو را میبیند، از ذاتی که تو را تماشا میکند، چرا از او شرم نمیکنی؟ بعضی کسا هستند وقتی که یک نامحرمی را لمس میکند، دست میزند، آنها خوشحال میشود که ما لذت بردیم. رسول خدا علیه الصلاة والسلام میفرماید: اگر سوزنی آهنین با شدت و ضربه بر سر یکی از شما فرود آید، بهتر از آن است که زنی نامحرم را لمس بکنیم، یعنی دست خود را با جان زنی نامحرم بزنیم. اگر سوزنی آهنین بر سر شما فرود بیاید، بهتر از این است که زنی نامحرمی را لمس بکنیم، او را مس بکنیم.
عزیزان گرامی متوجه باشیم، باید که من و شما خودداری بکنیم، ببینیم آتش از این هیزم‌های کوچک روشن می شود. وقتی که آتش را روشن می کنی، اول هیزم‌های خود را می گذاری تا اینکه آتش میده میده آیسته آیسته روشن بشود، کلان بشود. اما گناهان را خورد نشماریم، به خاطری که همین گناهانی کوچک است، همین گناهانی خورد است که آیسته تو را به گناهانی کلان می کشاند، تو را به گناهانی کلان می کشاند و تو را از بین می برد، قلبی تو را خراب می کند. متوجه باشیم که وقتی به طرف نامحرم نگاه می کنی، میگد کسی که به طرف نامحرم نگاه می کند در روز قیامت در چشم او سرب ریخته می شود. وقتی که به طرف نامحرم نگاه می کنی، این نگاهی تو زنای چشم است. وقتی که به دست خود لمس می کنی، این زنای دست می باشد. وقتی که با او سخن می گویی، با زبان خود زنا می کنی، زنای زبان این سخن گفتن به همراه زن نامحرم می باشد. رسول خدا علیه السلام برای داماد خود حضرت علی رضی الله تعالی عنه گفت که ای علی متوجه باش، وقتی که نگاهی اول که بدون اختیار به طرف نامحرم می افتد او مشکلی ندارد، اما وقتی که بار دوم نگاه کردی این گناه است، این معصیت است. متوجه باشیم عزیزان گرامی که به طرف نامحرمان نگاه نکنیم، به جایی که الله تبارک و تعالی من و شما را منع کرده به آنجا نرویم و از آن خودداری بکنیم. یعلم خائنة الاعین، خداوند میداند کسی که خیانتی چشم میکند، کسی که این نعمتی الله تبارک و تعالی که برای او داده، این چشم بزرگترین نعمتی هست که خداوند تبارک و تعالی برای من و شما داده است، او میداند. اما در این چشم خیانت نکنیم. یعلم خائنة الاعین، خداوند میداند کسی که با چشم خود خیانت میکند، این چشمی که الله تبارک و تعالی برای من و شما ارزانی کرده، نباید که با این خیانت بکنیم. و ما تخفی الصدور، او چیزی که در قلب پنهان است، او لذتی زنا، لذتی لواطه، لذتی زنهان و دختران مردم در قلبی کسی که لذت میبرد، کسی که در قلب او پنهان است. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، خداوند میداند کسی که با چشم خود خیانت میکند، او چیزی که در قلب او هست خداوند تبارک و تعالی از او آگاه است، او میداند. برادران عزیز کوشش بکنیم، باید که من و شما از این کاری بد دوری بکنیم. خداوند تبارک و تعالی همه من و شما را از این کاری زشت و بد نجات بدهد. و دیگر وقت شما را نمیگیرم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.